هادی چوپان قهرمان پرورش اندامی ایران یکی از برجسته‌ترین ورزشکاران در سطح جهانی متولد 29 مهر 1367 در استان اصفهان، هادی در سال 2019 در مسابقات IFBB اولین قهرمانی جهانی خود را به دست آورده و به عنوان اولین ایرانی به عنوان قهرمان مستر المپیاد شناخته شد. ویژگی منحصر به فرد او حجم عضلات استثنایی و استایل متوازن بدنشه که باعث محبوبیتش در بین طرفداران این رشته شده. با پشتکار و فداکاری هادی نشان داد که هیچ چیز غیر ممکن نیست و هر کسی میتونه به آرزوش برسه. امروز او نه تنها نماد قدرت و تلاش بلکه الگویی برای نسل‌های آینده در دنیا پرورش اندام است. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما سابسکرایب کنید و برای ویدیوهای بیشتر